ظرافت او را میاندازه فقط به دسترس وکیل صاحب داده که با شما چیز داد کی نمیاد او صندوق او مردم او صندوقایی که راه انداخته شده او را مردم میامد دیگه اوراق اینمی اصلا چند صد ورق میخواست که به چیز استعمال کنه به نفع کاندید و تقلب بکنه. ما از پلیس و خصوصا ارگانهای امنیتی و سالنواری کسی که تقلب کرده مشخص است میتونین تحقیق بکنین پیدا بکنین با جزای اعمالش باید برسد. یک دونه چی دیگر هم برده بگوین یک چیز بینندگان محترم، دیروز صدها هزار و میلیون ها افغان رفتن پای صندوق های رای. شما دیدین که بسیاری از اونا به دلیل کمبود ورق رایدهی نتونستن که رایشان استفاده بکنند و نمایندهایشان در شورای ولایتی و همچنان رئیس جمهورشان انتخاب بکنند. اما اینجا ببینید این اوراق رایدهی است که میلیون ها دلار دولت افغانستان بالاش خرج کرد و میلیون ها افغان نتونست که رایش استفاده بکنند. شما در اینجا ادعایی که باشنده های منطقی کیلگی میکنند، شما میبینین که به نام یک فرد مشخص منطقی زورابی کیلگی، شما میبینین که به نام یک فرد مشخص این اوراق نشانی میشه و قصد از این داشتن که استفاده بکنن به نام امی کاندید مشخص. حال بررسی از این اگرچه از صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی هست که حرف ما به عنوان نماینده‌های مطبوعاتی است که این اوراق اگرچه میتونه از هر کاندید به ضرر یک کاندید دیگه هم این اوراق استفاده بکنه و خودشان سناریویی بسازن، ولی سوال اینجاست که این اوراق چطور از دست مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات که مسئولیت نظارت و دادن رای و گرفتن رای و شمارش رای و همچنان تکمیل از این پروسه را به صورت سلامتیش دارن، این چرا تکمیل نکردن و این اوراق چرا اینجا روی جاده هست، اینجا سرک عمومی هست و از کنارش موترها عبور میکنه، اینجا چی کار میکنه این اوراق و چطور به دست افراد افتید توسط کی بیرون شد و بالاخره سرنوشتش چی میشه؟ حال ادعایی که باشنده هایی که این اوراق تونستن به دست بیارن دارن میگن که کسی که متهم است برای این کار و در اختیار پلیس است و انتظار میره که پلیس او را بر نهادهای مسئولش معرفی بکنن. اوراقی که در اینجا تک شده بیشترین اوراقی که نشان داده میشه به نام عبدالکریم شینواری و همچنین چند ورق رایدهی ریاست جمهوری را که تا حال ما بالا کردیم بیشترش به نام آقای زلمه رسول، کسی که نامزد است بر ریاست جمهوری کشور است. ما منتظر میمانیم که نهادهای مسئول چی تصمیم میگیرن و بالاخره سرنوشت بررسی و رسیدگی به این موضوع را به کجا میکشونن. تشکر.